به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همزبانان عزیز، دانش آموزان گرامی. درس 28 است از سلسله درس های روسی برای نوآموزان. الفبای زبان روسی حرف ش. در زبان روسی دو نماد حرف ش است، یعنی دو ش است. یکی از اونها ش غفص یعنی تلفظ می شود و یکی از اونها که اینش هست ش یعنی باریک تلفظ می شود. در زبان روسی یعنی میخکی و تویردی گفتنی گپ هست، یعنی ملایم گفتار یا تنها گفتار یا باریک گفتار و غفص گفتار یعنی غفص تلفظ می شود. اینش باشد باریک یعنی ملایم ش. خب ش کتابیش و حرف ش دستنویس. شوتکا چوتکا نیز ترجمه شده است و در بسیاری از قاموس ها قلممو میگویند. قلممو. البته قلممو با اون شوتکه های میگویند که یعنی یک مثل قلم دسته دارم و در سرش یعنی مثل این پشمک یا که زیه مانند یک ماده دارد، مثل شوتکه دندانشویی میگوییم ما، یعنی انا اون را قلممو گفته می شود. ولیکن همین کلمه شوتکه در همه جا قلممو ترجمه شده است، یعنی چوتکه و قلممو. شیت سپر، یعنی یک آلت جنگی که در جنگ استفاده برده می شود برای دفاع از خود. شیت سپر. شوکا یک نوع ماهی است، و اون رو در بعضی از فرهنگ ها یا قاموس ها یا لغتنامه ها گوییم شورتن و پیک و اردک ماهی ترجمه شده است. شورتن، پیک و اردک ماهی. خب این بود درس 28. تا درس های نوبتی. خدا حافظ.